مهدی ببر بالا بریم. عادی باداش معلوم هست تو کجایی؟ چرا گوشید رو پیغام گیره؟ بشی بریم دوباره زهره بهت میگم. بابا زهره کجایی؟ ما الان نیم ساعتم در وایسادیم، بیا دیگه. عادی یه چیزی بهت میگم، فقط هول نکنی. سینا مرد. چی میگی مهدی؟ به والله نیم ساعت پیش رفیقش مسعود زنگ زد گفت سینا مرد. رفیقمون کشتیم پوفیوز، الان هم میخوام فرار کنی ها؟ فکری شهر ارته. سینا فقط رفیقمونه بود، داداش برادرم بود، دلخوشی برادرم گرفتن. اینا میخواد بدن تو دست پلیس و یعنی من میدونستم شما یعنی نزدیک لاشخوره نشو، بیا عقب‌تر. لاشخورم اون قیافته. برو بچه، برو دنبال بازی. دست تو کش، بچه خیلی وقت بازیاش کرده. فکر کنم تا مامورا بیان دل تو عوض کوتاه کرده. مأمور میکنی؟ من یکی رفیقم کشته بود، خودم نفسشو میگرفتم. مثل شما اینقدر بی وجود نیستم بسپارمش دست مأمورا. تو دیگه ما نده زیر تانک، ما خودمون راحت تانکیم، بذار مامورا بیان. نه دادا تانک چیه؟ راست میگه، چرا خودمون نزنی؟ نزن بچه چی کار کردی؟ بیا برو جون. عادی کشتمش.